فصل ششم چگونه یک بیشعور باشیم. قسمت اول. وقتی تو مهمونی، وقتی دارین شام یا نهار میخورین، یواشکی یکی از نمکدونا رو بردار و در نمکدون رو شل کن، یه جوری که نفر بعدی وقتی اونو برداشت و خواست نمک بریزه رو غذاش، درش باز شو همه نمکا بریزه تو غذاش. آخ چه حالی میده اون لحظه. فقط بعد خندید اون لحظه. قسمت دوم. پشت شیشه عقب ماشین شوهرعمت روی کاغذ بنویس فروشی و بچسبونش و شماره‌ش هم بنویس. بذار انقدر جواب تماس بده تا کلافه شه. شوهرعمم حق بشه والا. قسمت سوم. وقتی تو آسانسور پره خیلی ریلکس بگو این تنابش ترک خورده بودا، حواستون باشه ولی نترسید. قسمت چهارم. وقتی کسی گوشی دستشه و کنارش نشستی با صدای بلند بگو چی؟ عکس اون دختره رو هنوز داری؟ البته اگه دختر بود به جای عکس دختره بگو عکس پسره. قسمت پنجم. به یه نفر پیام بده بگو به خدا ازت توقع نداشتم، چقدر این دنیا کثیف شده. بعدش هر چقدر پیام داد، هر چقدر زنگ زد، تا چند ساعت هیچ جوابی نده. بذار فکر کنه یه گندی زده که حسابی ازش ناراحتی. خب حالا نوبت شماست که یک بیشعوری اضافه کنید.